گزارش یک روز قبل سامانه بامداد درباره بازداشت شدن دامولو عبدالحق عابدوف سرخطیب مسجد مرکزی نویه شومنصور را تصدیق کردند. خبرگزاری دولتی خاور روز 22 اپریل با استناد به بخش رابطه های جمعیتی شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت خبر داد که از جانب شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت با جرم علاقمندی با جریان اکستریمیستی سلفیه که فعالیت آن در تاجیکستان منع کرده شده است، شهروندان عابدوف عبدالحق عبدالواسیویچ، شوخیف ابوذر نجبودینویچ، محمداللهف عبدالله محمدبیکویچ، ترکوف عزیز تاجدینویچ و تبارف احمدجان عبدوستارویچ ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی بازداشت گردیدند. بنا به این منبع نسبت این 5 نفر پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. قبلا منابع سامانه بامداد در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان خبر دادند که دامولو عبدالحق سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شومنصور شهر دوشنبه شام 19 اپریل همگی چند روز بعد موعظه پرسر و صدایش در مراسم دفن دامولو حکمت‌الله تاجیک‌آبادی از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی بازداشت شده است.